السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. امروز ما با شما انشاءالله سوره صف را ترجمه میکنیم و در بشمون تصمیم میدیم در کانال عامل شوید. انشاءالله پشیمان نخواهید شد. رفتیم. به نام خدای بخشنده مهربان. خدا را تسبیح گوید هر کی در آسمان ها در زمین است و از پیروزمند و حکیم. ای کسانی که ایمان آورده، چرا سخنها میگویید که بر کارشان میبیند؟ خداوند سخت خشم میآید و چیزی بگوید به جایی نیاید. خدا دوست دارد کسانی که در راه او در صف همانند دیواری که اجازش با سرب و هم پیوند داده باشد می جنگند و موسی قوم خود: ای قوم من، چرا مرا می آزارید حالان که می دانید که من پیامبر خدا بر شما هستم؟ چون از حق رویگردان شدند، خدا نیز دلهایشان را از حق بگردانید و خدا مردم نافرمان را هدایت نمی کند. صدق الله العظیم.